الان خوبه بریم. سلام به همه دوستان عزیز، من عرفان ابویی هستم. خیلی خوشحالم که در این دوره آموزش رایگان در کنار شما هستم. اگر این ویدیو رو دارید میبینید یعنی یک تصمیم مهمی رو گرفتید برای یاد گرفتن یک مهارتی که میتونه شما رو به درآمد اینترنتی منجر کنه. میخوایم قدم به قدم بدون حاشیه خیلی شفاف در مورد این یاد بگیریم که اصلا افیلیت مارکتینگ چیه و هم آموزشش بدیم، هم تجربه واقعی خودمون رو منتقل کنیم و هم بهتون بگم که چجوری میشه از این مدل درآمد پول در آورد. این مدل یه مدل جدیدیه که چند ساله شاید توی ایران باب شده باشه. این مدل اصلا هر وقت ما در مورد یک درآمد صحبت میکنیم، درآمد اینترنتی، درآمد در خانه، کسب درآمد در منزل، خودآگاه ما درگیر یک سری کلاهبردارهایی میشیم که میخوان ما رو به اون پکیج بفروشن، میخوان به ما ترید یاد بدن، میخوان به ما بگن فلان چیزو بخر، فلان کارو بکن، که منجر به یک ریسک بزرگی میشه و درآمد ما، سرمایه ما رو به خطر میندازه. این روشی که الان میخوام خدمت شما بگم نه تنها سرمایه‌تون رو به خطر نمیندازه، بلکه حتی ممکنه بدون سرمایه شما رو به یک نقطه خیلی خوبی برای کسب درآمد ثابتی در ماه برسونه. درآمدی هم که در موردش دارم صحبت میکنم شاید یه درآمد خیلی 100 میلیون 200 میلیونی نباشه. البته که شما میتونید به اون نقطه هم برسید، ولی اونقدر هم کم نیست. بستگی به تلاش خودتون داره، بستگی به این داره که چقدر برای این کار انگیزه بذارید. بیاید کم کم دوره رو شروع کنم و خیلی هم نمیخوام تو این دوره وقتتون رو بگیرم. تو این دوره قراره توی ویدیوهای 10 دقیقه‌ای، یه ربع 20 دقیقه‌ای توی یوتیوب آپلود کنم، حالا چه توی یوتیوب چه توی آپارات، و توی اون تمام اون یه ربع، تمام اون 10 دقیقه در مورد خود کار صحبت کنیم. اصلا حاشیه رو میذاریم کنار و دقیقاً به شما میگم که چه کاری رو باید انجام بدید. توی کامنت هایی که میگذارید توی حالا چه از طریق اینستاگرام چه از طریق کامنت های یوتیوب، اگر مشکلی دارید، اگر سوالی دارید، خیلی خیلی خوشحال میشم که از من بپرسید و امیدوارم که دوره خوبی رو در کنارم داشته باشید. افیلیت مارکتینگ چطوری کار میکنه؟ اول، ثروت ما اعتماد شماست. از این جهت خیلی خیلی خوشحال میشم که هم ما رو سابسکرایب کنید، همون دکمه لایک رو بکنید. بریم سراغ دوره. افیلیت مارکتینگ اصلا چطور کار میکنه؟ توی این جلسه قراره این رو یاد بگیریم. توی جلسات آینده اینکه لینک افیلیت رو چجوری بگیریم، اینکه محصولمون رو درست انتخاب کنیم، اینکه روش تبلیغاتمون رو درست انتخاب کنیم و حتی اینکه تبلیغاتمون رو در کدوم پلتفرم قرار بدیم، در یوتیوب قرار بدم، در اینستاگرام بذارم، در دیوار بذارم. این پلتفرمایی که دارم اسمشون رو میبرم اینا در دسترس مان و خیلی راحت ما میتونیم با چند تا کلیک بهشون دسترسی پیدا کنیم. بنابراین اصلا کار سختی نیست که من بیام مثلا یه محصولی رو بذارم توی دیوار. اینکه من چه محصولی رو چه جوری میذارم، با چه دیسکریپشنی میذارم، با چه توضیحاتی میذارم و چه قیمتی رو میگذارم، چه تایتلی رو انتخاب میکنم، اون هاست که خیلی مهمه و خیلی توجه جلب میکنه و ممکنه منجر به فروش بشه. اونا رو واقعا خیلی حرفه‌ای میخوام تو این دوره به شما آموزش بدیم و توی این جلسه به خصوص میخوام در مورد این صحبت بکنم که اصلا افیلیت مارکتینگ چیه. ببینید خیلی ساده بخوام توضیح بدم، افیلیت مارکتینگ یا همکاری در فروش یعنی اینکه شما بدون داشتن هیچ محصولی، بدون داشتن انبارداری یا انبار خاصی مثلا داشته باشم یا پشتیبانی کنم فروش یک محصول رو، بدون دردسر این رو تحمل کنم که این محصول ارسال بشه، برسه به دست مشتری و همه اینها محصول یا خدماتی که متعلق به یک شخص دیگری است رو معرفی کنم و از این بابت یک پورسانتی رو دریافت کنم. این خوبیش چیه؟ خوبیش اینه که اصلا تو نیازی نداره که یک محصول رو خودت داشته باشی، یک محصول رو خودت تولید کنی.
نیازی به این نداره که محصول رو انبار کنیم. حالا در آینده بهتون میگم یه روشی وجود داره که تقریبا منسوخ شده به نام دراپ شیپینگ، که توی اون روش میومدیم محصول رو انبار میکردیم و هزار تا دردسر داشتیم که حالا اون محصول چجوری قراره به دست اون مشتری برسه، اگر انبار میشه خراب نشه، انقضا پیدا نکنه و هزار تا مشکل دیگه. این خوبی این روش اینه که اصلا انبارداری نداره. خوبی دیگه ای که داره بدون پشتیبانیه. اصلا تو نیازی نداری که مشتری رو تحمل کنی، پاسخگو بهش باشی، یا این مشکل اگر مشکلی بود کالا، خود مشتری میاد یقه خود در حقیقت تو تامین کننده رو میگیره. اصلا نیازی نداره که تو پاسخگو باشی. و اینکه اصلا از نظر لوجستیکی ارسال کالا با تو نیست و اون رو هم حتی تامین کننده انجام میده. اسلاید های این درس رو من کامل در اختیارتون رایگان قرار میدم و از روی اسلاید قرار پیش بریم. از این جهت اصلا نگران نباشید، چون خیلی واضح یک جزوه کاملیه که اصلا شما میتونید با یه دونه همین اسلاید ها هم کل اون جلسه رو مرور کنید. پس اگه بخوام خیلی کامل و جمع‌بندی خدمتتون بگم، 3 نقش اصلی وجود داره. یکی کسب و کاره و تامین کننده‌ای که صاحب یک خدمت، صاحب یک محصوله، و رأس دیگه این ماجرا شمایی هستید که بازاریابی این کار رو انجام میدید و اون محصول رو معرفی میکنید و بابت هر فروشی که انجام میشه پورسانتتون رو میگیرید. و رأس دیگه هم همون مشتریه که این محصول رو قرار شما بهش معرفی کنید. امیدوارم واضح بوده باشه. حالا جریان کار چیه؟ احتمالا تا حالا فهمیدید که باید این وسط یه پلتفرم وجود داشته باشه که این پورسانت های شما رو پرداخت کنه. هم پورسانت های شما رو پرداخت کنه و هم به شما یک سری محصول یا خدمات یا تامین کننده معرفی کنه. به اون پلتفرم میگن افیلیت مارکت، یا اون پلتفرمی که قرار من برم توش به عنوان بازاریاب، به عنوان ناشر ثبت نام کنم و لینک محصولم رو بگیرم. بنابراین ما به شما یاد میدیم که چجوری برید توی اون پلتفرم. اولا پلتفرم رو پیدا کنید، برید توی اون پلتفرم، لینک اختصاصی مربوط به اون محصولی که دلتون میخواد رو انتخاب کنید، اون لینک رو بگیرید و انتشارش بدید، نشرش بدید اصطلاحاً، و به ازای کلیک هایی که کاربران انجام میدن، به ازای سفارشاتی که ثبت میشه روی اون لینک، شما پورسانتتون رو دریافت میکنید. معمولا پورسانت بین 10 تا 40% و حتی توی بعضی از محصولات بیشتر از این عدده. در مورد اینکه چه محصولی رو انتخاب کنیم بهتر باشه، پورسانت بهتری داشته باشه، هم در جلسه آینده انشالله بهشون میپردازم. یه مثال بذارید بفهمم که کامل مبحث جا بیفته. شما فرض بکنید که میخواید یه دونه هدفون رو به دوستتون معرفی کنید. یه هدفون خریدی، هدفون بلوتوسی، ازش خوشت اومده و میخوای اینو به دوستت معرفی کنی. یه محتوایی تولید میکنی، مثلا یه دونه استوری خیلی خیلی ساده مینویسی که من میخواستم یه هدفونی بخرم برای ورزشم، این هدفون رو انتخاب کردم و لینک خود هدفونم رو میذاری. حالا پلتفرم‌های مختلفی هست. حالا من گفتم استوری توی اینستاگرام، میتونی حتی اینو بذاری توی گروه تلگرامتون یا هر جایی که فکر میکنی یه آدم قراره اینو ببینه یا خوشش بیاد. بعد از اینکه این کار رو انجام دادی، اون مشتریت، اون دوستت یا اون آشنات یا هر کسی که اون لینک رو میبینه، اگر روی اون لینک کلیک کرد و اون محصول رو خرید، اون پلتفرم واسط این رو متوجه میشه. اون سایت واسط، اون اپلیکیشن واسط این کاری که تو انجام دادی رو متوجه میشه. حتی متوجه میشه که این کار توسط تو انجام شده و برای تو توی اون پنلی که داری، توی اون اپلیکیشن، توی اون پنلت برات پورسانت واریز میکنه. پورسانت ها لحظه‌ای واریز میشن، یعنی بلا فاصله که خرید انجام شد یه بخشی از اون پورسانت محصول برای توه و برای تو واریز میشه. پس ما میتونیم با یه استوری ساده، با یه تجربه شخصی خودمون از در مورد اون در حقیقت محصول و یه لینک اختصاصی
مسیر کاربر رو بهش نشون بدیم و باعث خریدش بشیم. هر چقدر که خرید بیشتری انجام بشه پورسانت بیشتری میگیرید. حالا شاید بگی که اوکی، من اگر یک محصول نخوام بفروشم، اگر بخوام محصولم رو فقط به یک محصول محدود نکنم چی؟ میگم که اوکی، مشکلی نداره. یک سری پلتفرم باز هم وجود داره که تو میتونی فروشگاه خودت رو داشته باشی. فروشگاه خودت رو که داشته باشی، طرف میاد توی سایتت یه محصول اگه پسندش نشد یه محصول دیگه ای رو میبینه و همینطور محصولات دیگه ای رو میبینه که این محصولاتی دیگه شاید منجر به خرید بشه. حتی ممکنه از یک محصول به خصوص تو پول به خیلی زیادی نگیری یا در نیاری، ولی اگه یک چندین و چند محصول توی سبد خریدت باشه، توی سبد خرید مشتریت باشه و از طریق اونا خرید کنه، اونجایی که درآمد واقعیت میرسی. پس این نکته مهم، خیلی وقتا شده که کاربر روی یک محصول ارزون کلیک کرده اما حتی شاید اون محصول رو نخریده، ولی رفته محصولات دیگه رو دیده و باعث شده که یک فروش چند میلیونی داشته باشه و این باعث میشه که یک پورسانت قابل توجهی داشته باشه. چرا افیلیت مارکتینگ جذابه؟ الان فکر می‌کنم تا الان دیگه این موضوع رو برات واضح شده باشه. یکی اینکه بدون سرمایه است، دو اینکه اصلا محصول پشتیبانی نداره، سه اینکه مقیاس پذیره. یعنی چه مقیاس پذیر؟ یعنی آقا یک محتوا میتونه بارها و بارها برای شما فروش بسازه. حتی وقتی خواب هستید بهش میگم پسیو اینکام. این ممکنه منجر به درآمد شما بشه حتی وقتی شما نیستید، یا حتی وقتی که شما واقعا درگیر یک کار دیگه هستید ولی اون محتوایی که از شما به جا مونده توی اون پلتفرم و اون لینک های شما منجر به درآمد شما میشه. و محدود به یک سایت و یک پلتفرم نیست، فقط دیجیکالا نیست، فقط 8 نیست. شما میتونید با 10 ها کسب و کار و 10 ها فروشنده ارتباط بگیرید. میشه از صفر شروع کرد، میشه بدون هیچ پیجی شروع کرد، میشه بدون هیچ کانالی شروع کرد. من اسم پیج آوردم، اسم استوری رو آوردم. شاید بگی که اوکی، من الان پیجی ندارم که 100 تا فالوور، شاید 100,000 تا فالوور داشته باشه. میگم اشکالی نداره، تو میتونی با همون پیجی که 100 تا فالوور داره با همون پیج شروع کنی و استارت کارتو بزنیم. حتی من بهت یاد میدم که چطوری اون لینک تو، اون محصولت رو برای هزاران نفر در معرض دید هزاران نفر بگذاری که اون هزاران نفر حتی اگر محتوای بدی هم داشته باشی، حتی اگر دیسکریپشن خوبی نداشته باشی، حتی اگر تکنیک‌های تبلیغاتی هم بلد نباشی، اون هزار نفر یک نفر پیدا بشه که روی لینک تو کلیک کنه و محصولت رو بخره. همون یک نفر کافیه به نظرم. همون یک نفر کار اون در حقیقت هزار نفری که ندیدن و نخواستن بخرن رو انجام میده. پس محصول خیلی راحت میتونی بدون سرمایه شروع کنی. دلیل دوم اینه که آقا دردسر نداره، پشتیبانی با شما نیست، مرجوعی با شما نیست، شما نیازی ندارید. اینا رو بهتون توضیح دادم البته، ولی یه بار دیگه میگم قشنگ جا بیفته. اصلا نیازی نداری که ارسال کنی، بار لوجستیکی بر عهده شما نیست، بر دوش شما نیست. و دلیل سوم و چهارمش هم که عرض کردم خدمتتون، مقیاس پذیره، یک محتوا میتونه بارها برای شما فروش بسازه. و دلیل چهارم اینه که محدود به یک سایت یا پلتفرم نیست. یه سری باورهای غلط وجود داره در مورد همکاری در فروش. ممکنه الان تو ذهن شما این ایجاد شده باشه که اگر مردم از لینک من خرید نکنن چی؟ ببینید، اگر محتوای شما، اون کانتنتی که شما در اختیار مشتریتون میذارید، خوشحالش کنه و خوشش بیاد، چرا خرید نکنه؟ یعنی یک دلیل شما شاید برای من بیارید که چرا نباید، اگر محتوای شما رو داره، اگر اون آدم، اون فرد به شما علاقه داره، اگر اون محصول رو ازش خوشش میاد، چرا نباید خرید کنه؟ و حتی اگر بهش نیاز داشته باشه به اون محصول، نگاه میکنیم میبینید که آقا در بدن دوستت داره در جستجوی در پیدا کردن یه دونه کرم ضد آفتابه. تو میای نگاه میکنی توی لیست تامین کننده های ما، نگاه میکنی ببینی کدومشون دارن توی حوزه لوازم آرایشی بهداشتی فعالیت میکنن، کرم ضد آفتابی که خوبه رو انتخاب میکنی و این رو لینک رو براش میفرستی. هم تو این وسط یه چیزی کاسب بودی
و هم دوستت به اون چیزی که میخواسته، اون نیازی که میخواسته رسیده. پس این یه بازی برده. این کار فقط برای شما خوب نیست، برای شاید دوستت که داره دنبال یه محصول خوب میگرده هم خوب باشه. این از اولیش. دومین باور غلط اینه که آقا فقط من باید نیاز داره که یه سایت داشته باشم، یک پیج داشته باشم. نه، اصلا مهم نیست. یه پیج 100 نفره، پیج 50 نفره هم میتونه کار همون رو انجام بده. یه کانال تلگرام هم ممکنه کار همون رو انجام بده. اصلا کانال نداشته باش، توی گروه تلگرام که میتونی عضو بشی، اون رو هم میتونه اون کار رو برات انجام بده. و مورد آخر این که حتما باید به خاطر تبلیغاتی که انجام میدم پول داد. نه، اصلا تو اصلا نیازی نداری که به خاطر یه دونه تبلیغات بخوای پول بدی. آره، اگر بیای و یه اینفلوئنسر خیلی قوی پیدا بکنی و به خاطر تبلیغت پول بدی، 2 برابر و 3 برابر اون سرمایه برمیگرده. خاطر اینکه اون رو دیگه 1000 نفر نمیبینن، صدها هزار نفر میبینن. و اگر شما n میلیون بدی به یک اینفلوئنسر که برات یه استوری بذاره و اون محصول فروش بره، 3 میلیون تومان گیرت میاد و این باعث میشه که اصلا نه تنها سرمایه‌ات برگرده، بلکه یه سود خیلی خوبی هم داشته باشی. آره، البته که تبلیغات پولی ارزشش رو داره، ولی برای شروع نباید لزوما پول خاصی توی چنته داشته باشی و میشه با یه سری روش‌های کاملا رایگان این کار رو ارگانیک ببری جلو و انجامش بدی. این از این موضوع. حالا این دوره مناسب چه کساییه؟ اگر دانشجو هستی، دنبال یک روش کسب درآمد هستی که بدون ریسک در کنار کارت انجام بدی و کارمندی هستی که خواستی یه درآمد جانبی داشته باشه. الان مشکلات اقتصادی خیلی زیاده و قطعا یک شغل شاید اون چیزی که میخوایم رو برامون تأمین نکنه، اون نیازهایی که داریم رو، همه نیازهای ما رو ارضا نکنه و شاید برای این قشر هم نیاز باشه، یا حتی صاحبین کسب و کار که میخوان یه منابع دیگه داشته باشن برای کسب درآمدشون، یا کسی که آقا یه پیج خیلی خفن داره، اونم میتونه از این روش خیلی پولای خوبی در بیاره. بخوام جمع‌بندی کنم جلسه اول رو، ما توضیح دادیم که افیلیت مارکتینگ چیه، چطوری کار میکنه، چرا جذابه و چجوری میشه یک روش خیلی خوبی رو از این روش استخراج کرد، روش شخصی سازی شده برای خودمون استخراج کنیم که با اون در حقیقت یه الگوریتم ثابت کسب درآمد کنیم بدون سرمایه، بدون هیچ امکانات خاصی، امکانات خفنی. میشه شروع کرد و فقط نیازه که شما انگیزه لازم رو داشته باشید. انشاءالله از جلسه بعد وارد فاز عملی میشیم و بیشتر تخصصی تر و با اصطلاحات بیشتری از این حوزه آشناتون میکنم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. خوب و خوش و سلامت باشید. تا دیدار دیگر، بدرود.